تا آخر ویدیو با ما باشین. به شما فعلا ترفند را نشان میدیم که چه رقم میتونین بالای درخت قیچی کنین. ما به زبان آلمانی هولشیر میگیم. سعی کنین چه رقم جور کرد. این فکرای ایدیای نو است. سعی کنین ناله چه رقم بسته میکنه. که بیرون میخواین آب یگان جای آب بتین، مثلا درخت چیزا رو آب بتین نمیرسه، چه رقم بسته کنین. ضرورت نیست که هر چیز در پول بخرید. کل کار شما در خانه کردن میتونید، در خانه جور کردن میتونید. دیده برید میبینین نعل مایده رو چه رقم باز میکنه. یک طرفم دیگه نشان داده بودم، زیادی دوستا گفت این کار نمیته. اون کار نتا ایره کوشش کنین. من راه آسانه و راه سهولت به شما نشان میدم که بدون پول بتونین هم کارتون پیش ببرید. سعی کنین چه رقم خوب. یعنی تار خانه را وقتی تار خانه شل بود چه رقم باید بسته کنین که ترنگ شوه، همونطور محکم باشه. سعی کنین بازم نمیشه. کار آسان است. یک فکری که ثبت کرده بانین در تلفنتون همیشه ضرورتتان میشه. سعی کنین این تار چه رقم بسته میکنه که پدرشان باشه کش کنه هیچ باز نمیشه و میدام نمیشه و تار کندام نمیشه. ببینید حالا از بوتل چی جور میکنه. ببینید در آشپزخانه ضرورت است. این تو فکر واقعا اینمی ضرورت است. در آشپزخانه ضرورت است. اگر از بازار 20 یورو بخرم خودم چرا جور نکنم. سعی کنین از بوتلی که در چتردانی که بندازیم. سعی کنین وقتی گلاسا را چیزا را میشین داخلش میندازین آب از زیر میاد. سعی کنین حالا این طرفنده ببینین. ما ماشین داریم، میگم وقت ماشینم درازیش بسته میمونه. با چه رقم باز کنم. سعی کنین اینو پیدا کنید. و هم به شما نشون میدم کسایی که در اروپا زندگی میکنین، در افغانستان چه رقم باز کنین. سعی کنین این به خاطر موتور است و به شما میگه که چه رقم همین واسه پمپ باز کنین. سعی کنین وقتی که چارچر تلفنتون خراب شد باید چه رقم رو جور کنین. چسب سیلیکون است، همراه چسب سیلیکون چه رقم میتونین اینو جور کنین. کل چیز راحت است. ضرورت نیست نو بخرید. اما کونه رو جور میکنین بدون پول. سعی کنین کلی داخل یگان غار یگان جای بفته از طریق نال سم چه رقم میتونین که جور کنین یک چیزه. کل چیزا به شما یاد میده. سعی کنین پیسه تا کلی تان در یک جای میفته یگان جای گرفته نمیتونین باز میتونین از این طریق جور کنین. سعی کنین این ماشین بوره است، بور ماشین میگیم. ترازو را در سرش میمونه که راست یک جای بورن کرده بتونین، مثلا حال کرده بتونین